فقط با 3 قلم این بستنی شکلاتی فوق العاده رو درست کن و به جون من دعا کن. تیتی هستم با آموزش بستنی شکلاتی. 120 گرم شکلات رو میتونین بنماری، میتونین با حرارت خیلی کم روی گاز ذوب کنین. اصلا نباید بجوشه، حرارت باید خیلی کم باشه. به این نکته دقت کنین که شکلات زود میسوزه. بعد از اینکه شکلات آب شد ما بهش 40 گرم کره اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم تا رقیق و یک دست بشه، به این شکلی که میبینید گوله‌ای داخلش نمونه. حالا با همون حرارت خیلی کم نوبت اضافه کردن خامه است که یه بسته خامه صبحانه 200 گرمی رو اضافه کردم و مجدد هم زدم چون حرارت خیلی ملایمه، نمیبره، خیالتون راحت باشه. و داخل این قالبای سیلیکونی و حتی میتونید تو لیوانای یه بار مصرف هم بریزید. این دیگه سلیقه‌ایه. میره تو فریزر، یه شب داخل فریزر میمونه، حداقل 10 ساعت بعد تو فریزر باشه. 10 ساعت برای اینکه راحت بتونید از قالب در بیارید. الان اینجا یه بستنی خیلی خوشمزه داریم که از هرچی بستنی بازاری فوق‌العاده تره که به همین راحتی درست شده. دوست عزیزم اگه از اکسپلور این پست رو ببینی پیجم رو فالو کن و کلی آموزش ببین.